باخت تا استقلال صدرنشین سال 84 شود. روز شنبه تیم پاس در ورزشگاه فولادشهر اصفهان 3-0 مغلوب میزبان خود تیم ذوب‌آهن شد و از رسیدن به رده نخست جدول باز ماند. در دیگر بازی روز شنبه تیم راه آهن 2-1 مقابل سپاهان اصفهان به برتری رسید. مهدی رجبزاده به ثمر رسوندند. در این مسابقه هدایت تیم پاس را مهدی احمدپور بر عهده داشت و به گزارش ایرنا مصطفی دنیزلی سرمربی این تیم به دلیل برخی مشکلات با مسئولان پاس به ترکیه سفر کرده بود. فقط دروازه تیم پاس و توی دروازه در دیگر بازی هم تیم راه آهن با نتیجه 2-1 مقابل سپاهان به پیروزی رسید. هادی اصغری و احمد تقوی برای راه آهن و عباس آقایی برای سپاهان گل زدند. عزیز ورزشگاه راه آهن و پس از بازی راه آهن و سپاهان اصفهان گزارش شما رو ببینید. مصمم شدن که بازی رو حتما ببریم. امروز هم خیلی مستحق گلای بیشتری بودیم ولی خدا خواست همت بچه‌ها گل دوم زدیم بازی هم برد. لازم می‌تونم یه پنالتی هم بگم. تو باز 90 نشون بده. خدا شاید اصلا بازیکن مثلا به اون نخورده. داور پنالتی گرفت بازی اونم. مثل که مسئولان این تیم باید هر چند هفته یه بار او رو به وطنش بفرستن. ضربه ایستگاهی برای تیم زردپوش راه آهن تهران. مهدی تاتار پشت توپ قرار گرفته. توپ رو دروازه میفرسته. موقعیت هست برای هادی اصغری و این بازیکن جوان راه آهن موفق میشه اولین گل این دیدار رو به ثمر برسونه. راه آهن تهران 1 سپاهان اصفهان 0. به این شکلی که ملاحظه میکنید به دور از دستای آرماناک پتروسیان دروازه سپاهان باز میشه. حالا با این پیروزی راه آهن میتونه وضعیتش رو در جدول رده‌بندی مقدار بهتر بکنه. تاتار باز هم پشت توپ، ضربه احمد جمشیدیان. این بار خوب عکس العمل نشون میده پتروسیان و به عبارتی جمشیدیان ضربهش رو خوب نمیزنه. یه پاس تو عمق، اونجا محمد حرکت کرده در محوطه جریمه، باز هم هادی اصغری. این بار آرماناک پتروسیان با عکس العمل خوب توپو به بیرون میفرسته. عباس آقایی پشت توپ از روی نقطه پنالتی، پرویز برومندران دروازه. عباس آقایی برخلاف جهت برگرده. به این شکلی که ملاحظه میکنید عباس آقایی دروازه رو باز میکنه. بازی در ورزشگاه اکباتان در حال برگزاری است. یک موقعیت هست برای ادموند بزیک، ضربه آکروباتیک ادموند بزیک و توپی که روی تیر دروازه فرود میاد. موقعیت خوبی بود برای سپاهان. در میانه‌های میدان ترکاشوند، یه حرکت رو به جلو از ترکاشوند، حرکتش رو داره ادامه میده در محوطه جریمه و پای چپ ضربهش رو میزنه و اونجا احمد تقوی است که موفق میشه باز هم تیمش رو جلو بندازه. راه آهن تهران 2 سپاهان اصفهان 1. حالا باید منتظر باشیم گل رو به نام چه کسی ثبت میکنن، چون ترکاشوند هم ضربهش میرفت در دروازه قرار بگیره که احمد تقوی در این شرایط ببینیم با هم. نه، توپ در دروازه قرار نمیگرفت. تقوی خوب به توپ رسید و دروازه رو باز کرد. آفساید هم نبود. هم 2 تا شانس داشت، 2 تاش هم گل شد. کلش همین بود. بله و اما تیم شهید قندی یزد با 2 گل مقابل ملوان شکست خود و به رقابت. حرکت از سمت راست زمین ازهری، تا توپ جلو میاد. تقوی در سمت راست، حرکت عالی این بازیکن. حالا موقعیت توی دروازه، هادی اصغری گل اول این بازی رو برای تیم راه آهن به ثمر میرسونه. پاس دیدنی تقوی به دهانه دروازه و اینم ضربه اصغری. 1-0 سود راه آهن. ضربه آزاد برای سفیدپوشان سایپا. بلند میفرستن به روی دروازه. یه موقعیت برای خلیلی، ضربه او به دیرک دروازه هم اصابت میکنه. در رفت و برگشت وزیری توپ رو به روی دروازه میفرسته و مدافعان تیم راه آهن توپ رو دور میکنه. به نتیجه 0-0 مساوی است. یک کنترل خوب، فرصت برای راه آهن از سمت چپ، ارسال بلند، تقوی، کنترل خوب و ضربه نچندان خوب. خب آفساید نیست. حالا فرصت برای اصغری، میتونه دروازه رو باز بکنه و توی دروازه خوب نشان داده به عنوان تنها مهاجم تیم راه آهن در نوک خط حمله، آن هم در مساف با 2 بازیکن بزرگ فوتبال کشورمون، یعنی علی انصاریان و
کریم باقری به هر شکل اینجا آفساید گرفته نشد. او حرکت کرد، ساها پشت او حرکت میکرد، کاری نمیتونست بکنه و نهایتاً دروازه تیم پرسپولیس به این ترتیب باز میشه. نیمه اول یه خورده متعادل بود ولی بالاخره شما موفق شدید پرسپولیس گل بزنید. بله دیگه ما تو ضد حملات تونستیم یه گل بهشون بزنیم. چطور شد اون صحنه گل توضیح میدید؟ یه صحنه گل هم که دیگه از تله آفساید فرار کردیم و خدا رو شکر گل زدیم. موفق شدیم. نیمه دوم چطور؟ ان شاءالله همین روال ادامه میدیم تا هم نتیجه رو حفظ کنیم، اگه تونستیم گلای زیادی هم بزنیم. هر شکل فوتبال هست و تمام موقعیت‌ها هم تبدیل به گل نخواهد شد. ضربه پای چپ خدا داد. ما خوب عمل کرد یا اینکه خط دفاعی تیم پرسپولیس اون لحظه نتونست شما رو خوب مهار بکنه؟ نه این که نیست، ولی ما خوب تونستیم از اون دفاعشون فرار کنیم و تو تمرینات هم کار کرده بودیم که از اون، چون یکم میدونستیم کند هستن، تونستیم به گل برسیم. متاسفانه در نیمه دوم با اخراج بازیکنمون یه مقدار کارمون دشوار شد، ولی به هر حال در همون زمانم میتونستیم به اینا گل بزنیم و بچه‌ها خیلی زحمت کشیدن. اون